بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین. خدا کنه که این سلامی که الان عرض کردم تقدیم کردم محضر هستی سید الشهدا و احتمالاً شما هم انجام دادید، خیلی زود از نزدیک توی حرمشون تو بین الحرمین خدمتشون تقدیم بکنیم. این نسیمی که داره این پرچم‌های یا حسین و یا ابوالفضل رو در امامزاده سید علی قم به حرکت در میاره، حسابی دل ما رو میبره به بین الحرمین امام حسین. الهی که باشیم اون فضا رو، اون نسیم جان فضای کربلای معلا رو هرچه زودتر هممون درک بکنیم و آرامش بخش روح و روانمون باشه. الهی آمین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا مولای یا ابا عبدالله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى. خب این آخرین شبی هستش که با افتخار خدمت استاد رمزی اوحدی هستیم و اولین برنامه‌مون که 5 شب گذشته بود با در واقع روش‌های تربیتی امام حسین علیه السلام شروع کردیم. 3 شب گذشته محضر خانم زینب کبری سلام الله علیها بودیم با همین نگاه و امشب هم دوباره با امام حسین بحثمون رو جمع خواهیم کرد محضر استاد اوحدی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر جناب عالی همکارانتون و بینندگان بزرگوار عرض سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم و توفیق الهی رو برای اونها بیشتر از قبل از خدا میطلبم. الهی آمین، الهی آمین، به برکت نفس حقتون. آقا ما در خدمتیم، سراپا گوشیم. خیلی ممنونم. یکی از نکاتی که برای ما مهمه اینه که ما جناب آقای قوامی ماجرای کربلا را یه بخش عمده‌اش رو با زاویه ذهنی تربیت ها و روش ها و اون المان های رفتاری امام حسین ببینیم. بله. یعنی چی؟ یعنی حضرت اون صحنه نظامی سخت سنگین بی‌عاطفه از طرف دشمن نهایت بدی و پلشتی و بی‌عاطفگی رو شما دارید نگاه میکنید، اینور میبینید جنبه‌های لطیف تربیتی از حضرت داره نشون داده میشه. یعنی به یه معنا بینندگان محترم، امام حسین علیه السلام برای ما تو ماجرای کربلا یه منطق تربیتی تبیین کرده. بله. منتها ما تو جریان محرم و سفر به جنبه‌های تاریخ خوانی وقایع کربلا، بعضیا به احادیث حضرت و خطبات حضرت اشاره میکنن. ولی خب جنبه‌های دیگه هم باید ببینیم. مثلا حضرت سید الشهدا اشعار دارن. اشعار ایشون مشحون از نکات تربیتی و عرفانی است. خب اینا رو ما استحصال نکردیم. حضرت تفسیر قرآن دارن. خود حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه بعضی از آیات قرآن رو تفسیر کردن. بعضی از آیات قرآن برای امام حسین نازل شده. باید به این جنبه ها بپردازیم. یکی از اون جنبه هایی که ما بایستی بهش
بپردازیم. همین مباحث روانشناسی تربیتیه که من میخوام امشب مهارت همدلی رو به عنوان یه مهارت مهم تو بخش رفتارهای اجتماعی برای شما بیان کنم که حضرت سیدالشهدا چگونه به ما این مطلب رو منتقل کردن و این منطق تربیتی رو حضرت به ما چجوری نشون دادن. گفتم حضرت و حضرت زینب کبرا برای ما، همینطور حضرت ابوالفضل صلوات الله علیهم اجمعین، این بزرگواران برای ما تو جریان کربلا یک منطق زیبا زیستن تربیتی رو گفتن با عملشون. ما اینا رو باید در بیاریم و تو زندگی روزمره‌مون جاری بکنیم. این خوبه، خیلی خوبه، شایسته است که ما پیرهن سیاه برای امام حسین میپوشیم. طبیعیه، این یه اظهار شیفتگیه یقیناً، ولی خب عمل و گفتار ما با نگاه کردن از زاویه‌های مختلف اون جنبه‌ها رو باید استخراج کنیم. خب کربلا جریان عرفانی داشته، اون جنبه‌های عرفانیشو خارج کن. مثلا حالا یه کوچولوشو بگم. حضرت قاسم ابن الحسن به امام حسین علیه السلام عرض کردن عمو مرگ پیش من از عسل شیرین تره. این گفتگوی امام حسین، بله شباش رو، این مرگ برای من از عسل شیرین تره یه باب مفصلیه تو مباحث عرفانی. چرا؟ چون برای من چی شیرینه؟ مرگ شیرین نیست، پولم برام شیرینه. ببین چجوری رسوا کرد حضرت قاسم ابن الحسن منو. من مقامم برام مهمه، من عنوانم مهمه برام وزارتم مهمه، من رئیس فلانجا بشم برام مهمه، همه اینا بوته. اون میگه من اشتیاق خدا رو دارم، مرگ پیش من عسله. ببینید چه تیتر مهم عرفانی رو جناب قاسم صلوات الله علیه برای من و شما باز کرده. یه زاویه ذهنی عرفانی عمیقی رو برای ما باز کرده و از این فکت ها و از این نشانه گذاری ها بازم تو جریان کربلا هست. یعنی مرگ در راه خدا در رکاب امام زمان تو مسیر درست که اسمش میشه شهادت، برای من از عسل شیرین تره. ولی برای ماها یه چیزای دیگه از عسل شیرین تره. برای من زیبایی خودم، شیفتگی خودم. لذا شما نگاه میکنید طرف هزار جور لباس و سر و وضع خودش، بابا این خود شیفته است بنده خدا. خودتو با این نکته‌ای که حضرت قاسم گفته تنظیم کنی، از این پوسته های پوسیده دنیا خارج میشی، یه مقامات بلندتری رو میبینی و میچشی. میخوام بگم این ابواب مختلف جریان کربلا رو ما بازخوانی نکردیم و باز نکردیم. حالا ما میخوایم بیایم سر مباحث تربیتی، مهارت همدلی. ببینید مهارت همدلی یعنی که ما دیگران رو ببینیم، هواشون هم داشته باشیم. این زاویه ذهنی رو اول بار حضرت زهرا صلوات الله علیها برای بچه‌هاشون باز کردن تو جریان عجار ثم دار. یعنی اول همسر رو ببین، غم و غصه‌های اونم ببین، براش دعا بکن، فکر دیگرانم باش. یعنی همدلی کردن با همسایه. بعد خودت داداشتو ببین، خواهرتو ببین، رسم دستگیری کجا رفته. این مهارت همدلی اگر تو خانواده نباشه، این خانواده از نظر عاطفی منجمده، از نظر عاطفی گسیخته است، متلاشیه. پاشیدگی عاطفی تو این خانواده رخ داده وقتی هیچ که هوای همدیگه رو نداره. همکارت حالشو بپرس، عجار ثم دار، حال همکارتو بپرس. اون زاویه ذهنی رو حضرت زهرا برای بچه‌هاش ایجاد کرد، شب تا صبح عبادت کرد. این تیتر روانشناسی رو حضرت زهرا به ما داد، یعنی مهارت همدلی. در صورتی که آخرین یافته‌های علم بشری، حالا اومانیسم، میگه که اول خودت. این خودخواهیه. بله. خیلی از عرفان‌های حتی خارج از اسلام هم همینو میگه. یعنی خودخواهی رو تقویت میکنن، نه خداخواهی. قشنگم توجیه میکنن البته، ولی میگن اول خودت بعد حالا دیگران. ولی منطق دین ما، رفتارهای اهل بیت اینو نمیگه. بله. حالا شما نگاه بکنید، این که طرف مقابل شما با همدلی از شما احساس رضایت پیدا میکنه. آره. میفهمه تو آدم خودخواهی نیستی. و حضرت زهرا داره میگه عجار ثم دار، فکر همسایت هم باش دیگه، فکر اونم باش، ببین وضع مالیش، وضع روحیش، غمش، قصهش، غمخوار دیگران هم باش. این یعنی همدلی کردن. غمخوار خانومت هم باش. افطاری دادی، خانومت کلی زحمت کشیده، قبل از افطار غذا پخته، خب بعدش کمکش کن، رسیدگی کن، رسیدگی عاطفی کن، با کلمات زیبا ازش تشکر کن. مهارت همدلی یعنی اینکه خوبی ها و زحمات دیگران رو ببین،
امام حسین علیه السلام جناب آقای قوامی روز عاشورا میتونست جلوی خیمه بیسته؟ از این زاویه یه بار نگاه کنیم. نعوذ بالله، زبانم لال، امام حسین اینجوری نیست. ولی این آقایونی که شهید شدن به واسطه امام حسین به این مقامات رسیدن دیگه. حضرت میتونست جلوی خیمه وایسه، دونه دونه این شهدایی که به خاک افتادن رو نمیرفت سر بالینشون. میگه آقا خیلی هم خدا رو شکر کنید به واسطه من به این مقامات رسید. اما حضرت اینجوری برخورد نکرد. چه کار میکرد؟ دونه دونه میرفت بالا سر اینا، از اینا تشکر میکرد، ملاطفت میکرد، محبت آمیز کلام میگفت، لقب و شعر و آیه قرآن و القاب زیبا و هر کدومم به یه شکلی. این یعنی چی؟ یعنی من زحمات تو رو دیدم. انسان‌ها یه صدای درونی دارن که شنیده نمیشه. خیلی اوقات بچه ما، خانم ما اوقات تلخی میکنه، بد اخلاقی میکنه، بد عنقی میکنه که دیده بشه و ما نمیبینیمش. اون فریاد درون اون رو نمیبینیم که بابا به من توجه کن. البته ما نباید دنبال این باشیم که توجه دیگران رو جلب کنیم، اما این از این طرفه. اما ما یه وظیفه داریم و اونه که ما باید دیگران رو بهشون توجه داشته باشیم. حضرت سید الشهدا داره به من و شما یاد میده تو اون صحنه خشن سخت نظامی میره از اصحابش تشکر میکنه، میره بالا سرشون. آقا هر لحظه ممکنه خود حضرت هم با تیر بزنن. میگه نه ببین من خوبیای تو رو دیدم ها، خوبیای خانوممونم ببینیم. خانومم زحمات آقاشون رو ببینه که بابا از مسافرت اومده، از سر کار اومده، خسته است. هر دو طرف رو ببینن. امام حسین تو این صحنه داره این مهارت همدلی رو به من و شما یاد میده. میگه نسبت به عواطف و احساسات دیگران و زحمات دیگران بی توجه نباش، یه مقدار توجه داشته باش به اطرافیانت. حضرت داره به ما میگه توی شرایط نامساعد نظامی من یک به یک یارانم رو رفتم بالا سرشون. تو همسایت مریض شده نرفتی عیادتش، تو همسایت فوت کرده نرفتی مجلس ختمش. یه چیزی به ذهنم اومده، میخوام اینو به شما عرض بکنم. بعد از فاصله که میگیریم برمیگردیم. اجازه میدین؟ خواهش میکنم. بباشید. بفرمایید. مصحف نوری و دروازه و معنا تازه، وحی آیات تو هر لحظه و هر جا تازه. هرچه تکرار شود نام تو تکراری نیست، ما و شیرینی این شور سراپا تازه. و جهان داغ تو را تازه نگه داشته است، نه نگه داشته داغ تو جهان را تازه. موج در موج به سر میزند و میگرید، مانده داغ لب تو بر دل دریا تازه. آه ای کشته افتاده به هامون زخمی، آه ای زخم تو در غربت صحرا تازه. قتلگاه است و غم آوای بنی قتلوک، مانده در عرش خدا ناله زهرا تازه. تازه میخواست کمی معرکه آرام شود، نعلها تازه شد و داغ دل ما تازه. کاروان رفت به مهمانی کوفه که در آن کوچه در کوچه شود غربت مولا تازه. کاروان رفت به مهمانی شام، آه از شام زخمها کهنه ولی زخم زبانها تازه. کاروان رفت ولی رسم تو در عالم ماند،
با شکوه رجز زینب کبرا تازه. ای که امروز جهان مات شکوه تو شده است، مانده غوغای تو در جلوه فردا تازه. تا که غم هست و علم هست و حرم هست و قلم، جلوه توست در آیینه دنیا تازه. خیلی ممنونم که هنوز پای تلویزیون نشستین و دارین مثل من گوش میدین به حرفای خیلی خیلی مفید و کاربردی استاد رمزی اوحدی. عرض کردم چیزی به ذهنم رسیده قبل از اینکه شما تشریف ببرید برگردید، حالا میخوام اون عرض بکنم. این مهارت همدلی رو که نمونه‌هاش رو هم دارید میفرمایید از خود حضرت زهرا و عجار صمت دار که همسر اول ببینیم بعد خودمون، و یا نمونه‌هایی که از امام حسین فرمودین اینا، این زندگی همدلانه رو یه جورایی ما توی این چند روز مدل زندگی اربعینی داریم خیلی قشنگ تمرینش میکنیم. ما اصلا حالا داشتم فکر میکردم این چند شب اون تاباوریه، اون استقامته، این همدلانه زندگی کردنه، نمونه‌های خیلی خوشگل و قشنگ و که آدم رو به وجد میاره توی این چند روز زندگی توی مسیر نجف تا کربلا. قبول دارین؟ بله بله، این همون ذکاوت لطیف شماست که من خیلی قبطه میخورم بعضی اوقات با دقت بعضی از نشانه ها رو بگید، من لذت میبرم در تکمیل بحث. ما یه استادی داشتیم به نام حضرت آیت الله شیخ محمد شاه‌آبادی. سال 75 ما پیش ایشون درس میخوندیم، حرم حضرت معصومه اومدیم بیرون، ایشون به ما گفتن آقا ما میخوایم شما رو دعوت کنیم آب میوه بدیم. ما رفتیم با 3-4 تا دیگه از دوستان و از جمله داماد مرحوم حضرت آیت الله بهاءالدین آقای سلیمانی، خدا رحمت کنه، ایشون هم فوت کرده. ما دیدیم ایشون به همه ما یکی لیوان آب میوه داد، یه آب میوه به آقای آب میوه فروش گفت بریز تو مشنبا بده من ببرم. من رفتم کنار از آیت الله شاه‌آبادی گفتم آقا من آدم فضولی نیستم، ولی آخه این چی گوشید شما تو جیبتون؟ آقا نمیشه که من اینجا آب میوه بخورم خانوممون تو خونه زحمت بکشه بهش ندم. تو سن 80 سالگی داره همدلی کردن از حسین یاد میگیره. این خروجی تربیت دینیه. اینو من با این چشام دیدم. بعد شما نگاه میکنید تو اون فضای جنگی سید الشهدا دونه دونه اینا به واسطه حضرت سید الشهدا دارن رشد میکنن. حضرت دونه دونه میره با الفت بعضی از اینا رو میبوسه. حضرت کنار غلام سیاه خودش جون بکا بکان آلیا به شدت گریه کرد. بکا بکان آلیان یه بارم بالا سر حضرت علی اکبر اینجوری مقاتل نوشتن ها. ببینید همون جوری که بالا سر پسر خودش گریه میکرد فریاد میزد، همون فریاد و گریه رو بالا سر غلام خودش جون داره. آره. یعنی چی؟ یعنی من از تو دارم تشکر میکنم. خداوندم در آیه 158 سوره بقره میفرماد فان الله شاکر علیم. خدا از عمل خوب شما هم تشکر میکنه. آقا از همسرت، همسایت، همکارت به شما خوبی کرده تشکر کن. خوبیاشونو ببین. عجار صمت دار یعنی همین. اینقدر همدلی مهمه. ببینید هم بیان کرده هم روز عاشورا خودش عمل کرده. این بیانش اونم عملش. دیدید بعضیا یه چیزی رو میگن خودشون عمل نمیکنن. این ماجرای این عروس و دومات حضرت دارن اظهار میفرمایند. بله. حضرت میفرمایند اگر شما با دندونتون این عروس و دوماد نوجوان جوانی که به هم تازه علاقه‌مند شدن اینجوری بین اینا کدورت ایجاد کردید و همدلی و همراهی و همسری و همخواهی اینا رو به هم زدید، با دندوناتون اینا رو تکه تکه میکردید. این گناهش کمتر از این بود که همدلیشو به هم زدی. آقا جمله نگو تو خونه که خانومت به هم بریزه، همدلی داشته باش. بله آقا خانوم من اشتباه میکنه، بله اشتباه میکنه، شما کوتاه بیا، شما مدارا کن، شما شروع کننده دعوا و درگیری نشو. از امام حسین یاد بگیریم. روز عاشورا جناب آقای قوامی مسلم ابن اوسجه همراه سید الشهدا بود. صبح عاشورا توی صحنه این شمر اومد نزدیک حضرت سید الشهدا گفتگو کنه. مسلم ابن اوسجه گفت آقا من تیرانداز ماهریم، بزنمش با تیر؟ حضرت فرمودن نه من اول شروع نمیکنم، من جنگ اولش، من کسی نیستم اول جنگو شروع کنم. این حرکت حضرت چه پیامی به من و شما داره؟ یعنی همدلی رو به همش نزن. آقا تو خونه همدلی داشته باش، شروع کننده دعوا نباش. تو فامیل شروع کننده دعوا و اوقات تلخی نباش، ولو اینکه طرفت شمر باشه.
حضرت فرمودن نه من اجازه نمیدم. گفت آقا من تیرانداز ماهریم، بزنم زدم ها. گفت من شروع کننده یه جنگ نیستم. یعنی چی؟ یعنی آقا همینو کپی بگیر بیار برادر من تو زندگیت، خانومت اشتباه کرده دیگه. شروع کننده دعوا نباش، تمامش کن. بله. وگرنه من پیرو امام حسین نیستم آقا. بله. پیرو واقعی امام حسین کسی است که نسبت به دیگران احترام میذاره. یکی از ویژگی‌های اخلاقی فرعون تو قرآن اومده، چون اخلاق شؤونات مختلف اخلاقی فرعون تو قرآن اومده. اخلاق خانوادگیش اومده، اخلاق فردیش اومده، اخلاق حکومتداریش اومده. حالا من نمیخوام آیاتشو اشاره بکنم. یکی از اخلاقهای فردی فرعون همینه، فاستخف قومه، یعنی توهین میکرد به دیگران. یعنی چی؟ یعنی همدلی رو به هم میزد. تو خونه همدلی باید باشه. موضوعات روز زندگی من و شماست، ما با اینا هر روز مواجهیم و هر روز باید خودمون رو تنظیم کنیم با سید الشهدا صلوات الله علیه. این روش و منش و این منطق تربیتی رو این آقا با خونش برای ما تثبیت کرد که آقا شروع کننده دعوا نباش. آقا بزنم، گفت نه من شروع کننده دعوا و جنگ و درگیری نیستم. آره شم رو میتونست بزنه و اگه میزد خیلی از معادلات نظامی به هم میخورد تو جریان کربلا. یه ستون خبیثی بود تو جریان لشکر عبیدالله، ولی حضرت به مسلم ابن اوسجه گفت نه من شروع کننده نیستم. من شروع کننده نیستم یعنی برادر مسلمان، خواهر مسلمان، عروس نوجوان، خاله عروس، پدر داماد شروع کننده دعوا نباش. آقا ولی اینکه طرف مقابلت شمره خبیث و از الابد باشه، شروع کننده تو نباش، با مدارا برو جلو. آقا با این روایت میخوایم چه کار بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هر سری جبرئیل به من نازل میشد قرآنی رو بگه ابلاغ کنه، اولش به من میگه محمد با مردم مدارا کن صلوات الله و سلام. خب پیغمبر که مدارا میکرد، ولی میخوام به شما بگم مدارا کردن همدلی میاره و دوستان رو خواهش میکنم با زاویه ذهنی ایجاد همدلی به کاروان زینب کبرا اگر نگاه بکنن، یه نشانه های جامع الاطرافی هم از رفتارهای همدلی آمیز حضرت زینب کبرا میشه در آورد. خیلی ممنونم استاد رمزی اوحدی عزیز. تو این 5 شب کلی چیز از شما یاد گرفتیم. خدا خیرتون بده و انشالله که بتونیم تو زندگیامون به کار بگیریم. یعنی مشکل من و مثل من اینه که موقع که میشنویم خیلی خوب میشنویم، ولی موقع عمل کردن یه خورده برامون سخت. دعا کنید بتونیم عمل بکنیم. هوامه نداریم. سلامتی وجود شما. زنده باشید. اجرتون با سید الشهدا. خدا عزتتون بده. عالم همه قطره اند و دریاست حسین، خوبان همه بند